شود، تمام تازیان معتبر شود که با جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب اشک و بوسه ها، در این گذار رنج بی امان، ز جان ز تن وطن مرا بخوان که با خروش بانگ سرخ نام تو جهان بلرزد از قیام تو. به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیان معتبر شود که با جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار خرسندم که این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه با برنامه زنده خیزش مردمی و انقلاب سراسری در خدمت شما عزیزان باشم. دیروز جمعه 16 دی ماه ما در زاهدان و سایر شهرستان‌های بلوچستان شاهد صحنه‌های بسیار باشکوهی بودیم. با وجود جو امنیتی و نظامی که برقرار بود، هزاران معترض در 16مین جمعه 14مین جمعه اعتراضی به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهای بسیار رادیکالی از جمله مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این پیام رو نه تنها به سایر مردم نقاط ایران بلکه به همه جهان رساندند که مردم ایران دیگه نه شاه میخوان و تاجش رو و نه رهبر رو. همچنین با پلاکارت هایی که در دست داشتند و حمل میکردند که به زبانهای ترکی، بلوچی، فارسی و عربی نوشته شده بود، این پیام رسا و قاطع رو به سران رژیم رساندند که 43 سال تخم نفاق کاشتید، به قول معروف باد کاشتید و امروز طوفانی رو درو میکنید که تا سرنگونی شما سر باز ایستادن نداره. شعارهای بسیار رادیکالی از جمله نه سوختبری، نه کولبری، آزادی و برابری. همچنین شاهد حضور زنانی بودیم که سالهاست سیستم مرد سالار و مذهبی صدای این زنان رو خفه کرده و امروز در این اعتراضات شرکت دارند و روی پلاکارتشون نوشته بودند که با رو بودن جوانان ما نمیتونیم ما رو باز از پیشروی باز بداری و پیروزی فردا از آن ماست و نوبت ماست. این صحنه‌های باشکوه نشان از آن داره که انقلاب وارد فاز جدیدی شده. اما متاسفانه امروز شاید این بودیم که 2 نفر از معترضین این خیزش سراسری باشکوه، محمد مهدی حسینی، محمد مهدی کرمی و سید مهدی حسینی به دست جلادان رژیم جنایتکار به دار آویخته شدند. با توجه به اینکه افکار عمومی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط جهان بسیج شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران و اینکه در آستانه 18 دی ماه سالگرد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و همچنین سالگرد کشتن بکتاش آپتین در زندان هستیم و در این مدت به این مناسبت‌ها فراخوان‌های مختلفی داده شده، رژیم چطور و چرا دست به همچین جنایتی زده که نشان از استیصالش داره و اینکه این انقلاب ادامه داره، در چه شرایطی ادامه داره، در فراز و نشیب‌هایی که داره میپیماید، آیا آلترناتیوی هست که جایگزین بشه و آیا چه شرایطی لازمه تا آلترناتیوی که اونطور که مردم ایران میخوان
درست بشه. و سوالاتی که امروز در برنامه‌مون همراه هستیم با پروفسور عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی از لندن، که این سوالات رو با ایشون در میان میذاریم. پروفسور عباس ولی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی ازتون ممنونم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. سلام بر شما و درود بر بینندگان و شنوندگان شما و تسلیت به خانواده کرمی و حسینی که عزیزانشون را امروز از دست دادن امروز صبح، و این فاجعه خشونت عریان همچنان در جمهوری اسلامی مستدام هستش، دوام داره و قربانی میگیره. ما میتونیم بحثمون را با تحلیلی از این وضع شروع بکنیم اگر شما بخواید. بله البته. خب همونطور که گفتم و شما هم اشاره کردین، در چنین شرایطی اتاق فکر رژیم در چه فکری هستن؟ چه برنامه‌ای دارن که دست به همچین جنایتی زدن؟ ببینید، این جنایت ها که صورت میگیره، توضیحات متعارفی که از این جنایت ها میخونیم در فضای مجازی و همچنین کلا در رسانه های اپوزیسیون که ما میبینیم یا رسانه های به اصطلاح بی‌طرف و لیبرال میبینیم، و حتی در رسانه های خود رژیم هم. مثلا امروز اگر نگاه بکنید، شخصی که گویا استاد دانشگاه هم هست در دانشگاه امام صادق، گفته که کشتن فقط تا به حال یک نفر به اتهام محاربه و بقیه به اتهام قتل اینا کافی نیست و مردم را نترسونده به اندازه کافی، و اینا حتی در روز کشته شدن قاسم سلیمانی به این شهید، به قول این آقا، به این شهید اهانت کردن، به مقام رهبری اهانت میکنن و تقاضای اینه کرده که این اعدام ها تسریع و افزایش پیدا بکنه. و این خواست را مجلس خبرگان رهبری هم خواسته بود از حکومت که به تعداد کمه و باید بیشتر اعدام بشه. خب تفسیرهای متعارف اینه که در اینجا خشونت عریان به کار میره و این خشونت عریان برای این هستش که مردم را بترسونن. کسانی که در کف خیابانها و در جاهای دیگه دارن علیه رژیم شعار میدن، فعالیت میکنن، اینها بترسن، برگردن به خونه هاشون. از یک طرف اونایی هم که هنوز مرددن و به قول انگلیسی ها هنوز روی نرده نشستن و نمیدونن کدوم طرف برن، یعنی مردد هستن، اینها هم تردیدشون تبدیل به یقین بشه که نباید از خونه بیرون بیان و بذارن که این اوضاع بخوابه و از بین بره. این تحلیل متعارفی هستش که میگم. منتها این تحلیل یعنی رابطه این خشونت را با ساختار سیاسی و قانونی این رژیم مورد بررسی قرار نمیده. اون چی که مهمه اینه که این رژیم الان یعنی کلن دولت ایران، یعنی کلن به طور کلی حکومت، قوای مقننه و مجریه و قوه قضاییه، همه اینا با هم دیگه، این رژیم وارد مرحله شده که اینا در نظر تئوریک میگم مرحله حالت استثنایی. این به این معنا نیست که این حالت استثنایی است برای اینکه قبلا نبوده، ولی این معنا به این معنا است که رژیم اساساً در ایران قانون اساسی را کلاً تعلیق کرده
و با تعلیق قانون اساسی اتفاقی که افتاده اینه که الان در شرایطی رژیم عمل میکنه که فرق قدرت قانونگذار و قدرت و قوه مجری قانون عملا از بین رفته و وقتی این شرایط پیش اومده اینه که قانون فقط این نیست که مثل سابق به اصطلاح قوه مجریه، قوه یعنی اجرایی قانون باشه، بلکه الان خود قانون به صورت ابزار خشونت در اومده و قوانینی که میسازن، تفسیرهایی که از شریعت میکنن، این به این معناست که خود قانون مهمترین و مؤثرترین ابزار سرکوب هست که ما الان در اینجا میبینیم. وقتی که شرایط به اینجا رسیده اینه که عملا میبینیم که اون دیواری که بین قانون و خشونت معمولا در همه دولت ها دیده میشه یک دیواری است، یعنی خشونت تا وقتی که قانون اجرا نشه معمولا به صورت نیرو از پشت قانون در نمیاد و قانون را وقتی که لازم است اجرا بکنن یعنی قوه سیاسی وارد میشه. ولی الان در ایران اینجوری نیست. الان در ایران این دیوار بین قانون و خشونت سیاسی عملا ریزش کرده. وقتی که این ریزش کرده این به این معنا هستش که در واقع ما در دولت نوعی از قدرت داریم که اساساً ماهیت و هویتی جز خشونت و سرکوب نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که در کل نظام که با وقتی به قانون اساسی میریم در اونجا حاکمیت را تعریف میکنه و همیشه در ایران میگفتن که قانون اساسی ایران، در تمام جاها میگفتن قانون اساسی ایران منحصر به فرده، برای اینکه در اونجا دو تا مفهوم جداگانه از حاکمیت وجود داره. یکی حاکمیت الهی که متجلی است در ولایت فقیه و دیگری حاکمیت مردمی که در جمهوریت نظام. الان جمهوریت نظام با این تعلیق قانون اساسی که پیش اومده حتی در اسم از بین رفته. وقتی که حتی در اسم از بین رفته ما الان در شرایطی هستیم که میدونیم حاکم کسی که یعنی واقعا یعنی مسئله حاکمیت در ایران فقط و فقط الان در بیت رهبری هستش و در بیت رهبری هستش که این دیوار بین قانون و خشونت کاملا از بین رفته. این به این معناست که در عرصه به اصطلاح قضایی ما دیگر چیزی به اسم کشتن قانونی و کشتن فراقانونی نداریم. همه کشتنهای فراقانونی هستند، برای اینکه قانون اساساً الان ابزار کشتار هستش. در این شرایط هستش دیوارهای اساسی بین اینکه چه کسی از نظر رژیم قابل قبوله و چه کسی از نظر رژیم قابل قبول نیست الان فقط برمیگرده، یعنی هیچ نوع معیاری برای این نیست. معیار برمیگرده به اون جایی که بیت رهبری تصمیم میگیره چه جوری از قدرت قضایی و قانون استفاده کنه. مثلا اگر در شرایط عادی لگد زدن به یک سطل آشغال ممکن بود فقط داد یک مأمور انتظامی را در بیاره، الان لگد زدن محکوم به اعدام، کسی که لگد میزنه محکوم به اعدام میشه. مسئله در این شرایط. بنابراین چیزی که من میخوام بگم اینه که تصور این که این رژیم این خشونت را به کار میبره برای اینکه زهر چشم بگیره، برای اینکه اگر هدفش بخوایم ببینیم این هست، ولی اون چی که در واقع هست این ربطی دیگر به تصمیم گیری های افرادی که در رژیم هستن نیست. این الان این خشونت با از بین رفتن یعنی فرق بین خشونت و قدرت
فرق بین از بین رفتن این خشونت الان در جمهوری اسلامی ساختاری شده و برای همین هم است که مثلا الان میبینید کسانی که دقیق تر به این مسئله نگاه میکنن، مثلا مثل وزیر خارجه آلمان یا مثل از یکی از نماینده های پارلمان اروپایی، اینا میگن که رژیم جمهوری اسلامی دیگه در واقع تروریست هست و باید مثل تروریست باش رفتار بشه. این به نظر من تعبیر بسیار درستی هست، چون اونجوری که من اشاره کردم این مسئله خشونت چیزی نیست که بگیم که به صورت تاکتیکی فقط به کار میره، نه، تا وقتی که این وضعیت استثنایی وجود داشته باشه و این رژیم در چارچوب این وضعیت استثناء عمل بکنه، یعنی تمام قدرت برمیگرده به تصمیم یک نفر و اون یک نفر هم خود شخص خامنه‌ای هستش و اینجا در وجود خامنه‌ای هستش که این دیوار بین قدرت قانونگذار و قدرت مجری قانون و خشونت و قدرت سیاسی و خشونت از بین رفته و تا وقتی که این مرد فرمانروای ایران باشه، این وضعیت استثنایی ادامه پیدا خواهد کرد. این وضعیتی که یعنی خشونت به صورت ساختاری در اومده، این وضعیت استثنایی ادامه پیدا خواهد کرد و برای همین هم هستش که هر نوع حرکتی که خارج از این باشه که این مرد سرنگون بشه و رژیمش از بین بره، به نظر من مشکل را بیشتر میکنه و کمتر نمیکنه و تمام، یعنی از نظر استراتژیک باید تمام هم و غم این مسئله روی این ما، یعنی این رژیم انقلابی، این انقلاب ژینا، روی این باشه که این رژیم ساقط بشه. یعنی در واقع به غیر از براندازی هیچ راه دیگه‌ای برای روبرو شدن با وضعیت استثنایی وجود نداره. وضعیت استثناء الان اینجوری، وقتی که این یعنی ساختار قدرت، در ساختار قدرت فقط هویت خشونت را داره. وقتی خشونت تنها ابزاری هستش که رژیم به کار بره، وقتی در این ابزار خود قانون به جای اینکه قوه مجری قانون باشه، خود قانون به ابزار قوه مجری برای سرکوب در میاد، در این حالت استثنایی راه دیگری جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. این وضعی هستش که ما باش روبرو هستیم و متاسفانه تعداد اعدام ها بیشتر خواهد شد، برای اینکه گفتم چون این ساختاری شده و در داخل ساختار رژیم، ساختار حقوقیش، ساختار سیاسیش، این دیگه شده یک روال، این به صورت یک روال، به صورت یک چیز متعارف در میاد. عذر میخوام. بله اینجوری میشه. اما خب این خشونت ابتدا به ساکن نیست و از همون روزهای اول تا به امروز رژیم این خشونت رو به کار گرفته. اما آیا شما اشاره کردیم به اینکه اعدام ها زیاد میشن؟ آیا مردم ایران و مردم جهان در مقابل همچین جنایت هایی که اگر زیادتر بشه ساکت میشینن؟ به نظر من یعنی الان شرایط اینجوری شده که باید یعنی از افت شتاب جنبش باید جلوگیری کرد. برای جلوگیری از افت شتاب جنبش باید انرژی جنبش را بیشتر کرد. این انرژی فقط در این نیست که تعداد را زیاد بکنیم، این انرژی باید اینه که باید این وقتی هستش، الان به زمانی رسیدیم که این رهبری میدانی این رژیم که تا به حال بسیار خوب عمل کرده، این رهبری میدانی باید الان به طرف این بره که یک رهبری سیاسی ایجاد بکنه. این رهبری سیاسی مسلماً مسائل سازمان
و مسائل استراتژی، مسائل گفتمان مشترک، کار مشترک، ائتلاف بسیار فعال بین حلقه های متفاوت عملیاتی در شهرهای مختلف و در نقاط مختلف شهرها، پیوستن این یک طرف قضیه است. دوم این هستش که باید سعی کرد که در عین اینکه این یعنی گذار از حرکت از رهبری میدانی به طرف رهبری سیاسی میره، از نظر گفتمانی، از نظر سازمانی و همچنین از نظر کمیت باید این جنبش را هم تعمیق کرد و هم گسترش داد. اینا مسائل استراتژیک امروز هستند. مسئله استراتژیک به نظر من اون چیزی نیست که در خارج از کشور میخوان بهش نگاه بکنن، یعنی مسئله رهبری به اون شکل نیست. اگر رهبری هستش، رهبری مشکل اصلی رهبری گذار از این رهبری میدانی به رهبری سیاسی هست. اگر در خارج مسائلی صورت میگیره، حرکاتی صورت میگیره، ائتلافاتی باید صورت بگیره، باید در راستای تقویت این گذار از حرکت از رهبری میدانی به رهبری سیاسی در داخل کشور باشه. این دوتا اینه. یعنی من این را دارم تکرار میکنم و مسئله که میگم اینه که هر نوع حرکتی انجام بگیره، هر نوع یعنی ائتلافی انجام بگیره، هر نوع در اینجا هر نوع یعنی خواستی باشه که این نیروی این حرکت رو بیشتر بکنن، باید همیشه یک چیز در نظر گرفته بشه و اون هم این هست که به نظر من باید این هویت مشترکی را که انقلاب زن، زندگی، آزادی به وجود آورده، این هویت مشترک باید در تمام این کوشش هایی که برای ائتلاف، برای نمیدونم اتحاد، برای هر چی هست، باید در اونجا منعکس بشه. وقتی که منعکس شد، ما به اینجا میرسیم که ما دیگه نمیخوایم به شکل کلاسیک قبل جبهه درست بکنیم. ما اینجا میخواییم یک ائتلاف، یعنی یک سازمان برای همکاری مشترک و همکاری دقیق به اصطلاح پیوسته با همدیگه درست بکنیم که اساس این همکاری باید یعنی پشتیبانی و نگهداری از اصل اساسی انقلاب که این هویت مشترک است و بنابراین همچنان که من بارها گفتم باید اساس این فعالیت ها باید یک نوع اتحاد و اتفاق در اتونومی باشه، یعنی به این عنوان که تمام احزاب، نیروها، افرادی که به این اتحاد و اتفاق میخوان بپیوندن در خارج و یا در داخل باید اتونومی و استقلال هویتی خودشون، چه هویت قومی باشه، چه هویت طبقاتی باشه، چه هویت جنسیتی باشه، چه هویت زبانی باشه، چه هویت فرهنگی باشه، اینا باید در داخل این اتفاق و اتحاد اینا رسما شناخته بشه و باید به اونا احترام گذاشته بشه. بله. اینجا یک بله بفرمایید. خیلی عذر میخوام. در مورد میخوام که سوالاتی که برام پیش میاد در طول حرفاتون اگه بعداً ازتون بپرسم احتمالاً دوباره به قبل صحبت‌های قبلیتون ممکنه به صحبت‌های قبلیتون برگردید، یعنی زمان تلف میشه. برای همین میخوام اینجا کلامتون رو قطع کنم که ازتون بپرسم که خب در طول نزدیک به 4 ماه گذشته از کردستان به عنوان قلب تپنده انقلاب نام میبرن، اما متاسفانه از احزاب حرف زدید. یک سری از رهبران احزاب کرد از بالای سر مردم میخوان که آلترناتیو بسازن و حتی با
میشه گفت نشست با مجاهدینی که هیچ بوی از دموکراسی نبرده، اصلا منافات داره با شعار زن زندگی آزادی، منافات داره با دموکراسی که همین الان رئیس جمهورش تعیین شده و بسیاری از سرانش تعیین شده. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظر من الان یعنی اگر یعنی من مثلا حزبی داشتم اینجوری چیز بخوام مثلا به نظر من باید بگم مشکلات اساسی این انقلاب چیه الان. به نظر من مشکل اساسی انقلاب الان نیست که برای اینکه آلترناتیو روشن نیست، این نیست، توجه میکنید. مشکل اصلی انقلاب این تعمیق و گسترش انقلاب از یک طرف، از سوی دیگه از بین بردن اختلاف فاز عملیاتی و گفتمانی هست که به طور مشخص بین مرکز و پیرامون وجود داره، بین تهران و مناطق مرکزی فارس نشین با حاشیه غیر فارس که حالا چه این و غیر شیعه تا حدی، بلوچستان، لرستان، بخشی از خوزستان، کردستان، بخشی از ترکمن صحرا و مازندران، اینا با مرکز اختلاف فاز عملیاتی دارن، حتی اختلاف فاز فکری هم دارن. توجه میکنید الان این هستش که چه کار باید کرد که یک نوع اتحاد عملیاتی، این ببین هنر استراتژیک تفکر این سیاستمدارها باید در این باشه که راه چاره برای این پیدا بکنن، نه این که بر سر ماهیت آلترناتیو به سر کوله هم دیگه بپرن. الان وضع بسیار حساسه. الان اگر این اختلاف فاز از بین بره، این آمادگی عملیاتی دوباره زنده بشه به شکل متحد و متفق در یک گستره به اصطلاح کشوری، به نظر من این بسیار 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 مهمتر از تمام مسائل آلترناتیو و رهبری است. ببین مسئله رهبری الان مسئله نیست که به اون شکل مطرح بشه. مسئله رهبری بعد از اینکه این رژیم ساقط شد باید یک شورایی برای رهبری باشه و این شورا باید حافظ و یعنی پشتیبان یعنی یک پروسه گذاری باشه که مجلس مؤسسانی پیش بیاد که در این مجلس مؤسسان هم باید دوباره آینه تمام نما و تمام قد همین اتحاد در اتونومی باشه. یعنی تمام آحاد این کشور با علیرغم خود، یعنی با وجود یعنی تمام تمایزهایی که در هویت هاشون هست در اونجا حضور داشت. و اینجا یک چیز هستش، مثلا این بحث پیش میاد که خب چجوری افرادی که میتونن الان یک ائتلافی به وجود بیارن چجوری میتونن وارد این مسئله بشن. من شنیدم این را و با تأسف همین را شنیدم که کسانی حتی به اندازه پی جلو رفتن اینجا گفتن که ما خط قرمزی نمیبینیم در اینجا. ما ببینید هر کسی که سیاست به دقت به سیاست نگاه بکنه میدونه که سیاست بدون یعنی خط قرمز به دیمارکیشن لاین نمیشه. سیاست بدون اصول و پرنسیپ نمیشه. توجه میکنی؟ ولی لازم نیست در شرایط فعلی اتفاق و اتحادی چه در داخل کشور چه در خارج کشور بر اساس تأکید بر این خطوط قرمز باشه. خطوط قرمز باید شناخته بشه، نباید انکار بشه، ولی نباید در عین حال عاملی هم باشه برای جلوگیری از باید تا وقتی که شورای رهبری بعد از سقوط رژیم تشکیل میشه، این خطوط قرمز، این اصول اساسی سیاسی ایدئولوژیک احزاب و سازمان ها و اشخاص باید کنار گذاشته به عنوان انکار کردن نیست، به عنوان رد دادن نیست، به عنوان به اصطلاح زانو زدن نیست. به عنوان این هستش که از نظر تاکتیکی ما فکر میکنیم
که الان تاکید باید روی این نباشه، روی این باشه. ولی مسلما در فردایی که شورای رهبری باید به وجود بیاد، این خطوط قرمز، خطوط اصلی مبارزه برای قدرت را مشخص میکنه. و همین مثلا ببینی کسی که همیشه یعنی تاکید اساسی روی اینی که خطی که حد فاصل است، اینی که به طریق عامیانه بهش میگن خط قرمز، خطی که یک نیرو از نیروی، این مثلا این چیزی هستش که به شکل بسیار بارز و به شکل بسیار مستدلی مثلا در نوشته های لنین بعد از 1914 تا 1917 دیده میشه، بخصوص در دور و برهای یک سال قبل از انقلاب، که ایشون که استراتژیست اساسی قدرت بودن، یکی از استراتژیست‌های اصلا همیشه روی دیمارکیشن لاین، یعنی خطی که فاصله رو مشخص میکنه، هویت رو مشخص میکنه، روی این خط تاکید داشتن، ولی هیچ وقت نمیذاشتن این خط جلوی ائتلافات اساسی رو در شرایط حساس سیاسی بگیره. و در شرایطی که این مسائل حل میشد، این خطوط همیشه سر جای خودش بود. پرنسیپ‌های ایدئولوژیک ایشون و حزبشون همیشه بود. این خب یه مسئله هستش، به نظرم مسئله چگونگی روبرو شدن با قدرت هستش. لازم نیست که یک نفر لنینیست باشه، مارکسیست باشه که این اصول را، این طریقه برخورد با مسئله اصول ایدئولوژیک یا سیاسی را ببینه. به نظر من در شرایط فعلی این میتونه بسیار بسیار یعنی مهم باشه که ما لازم نیست در ائتلافی که برای هماهنگی عملیاتی و گفتمانی میخوایم، ائتلاف برای درست کردن حکومت نمیخوایم، ما ائتلاف میخوایم برای هماهنگی عملیاتی و گفتمانی برای ساقط کردن این رژیم. در این ائتلاف خطوط قرمز را میشه به راحتی کنار گذاشت و لازم نیست که روی اینها تاکید کرد. ولی مسئله‌ای که پیش میاد اینه که کسانی که مثلا صحبت از ائتلاف با مجاهدین میکنن، این نیست. مثلا اینجا یعنی با مجاهدین، این مثلا من نمیتونم واقعا، یعنی هر چقدر چیز بکنم، مثلا من نمیتونم با نیرویی که در ایران ممکنه خیلی هم چیز، ولی به جز هویت، یه تعبیر خاصی از هویت ایرانی به عنوان زبان فارسی و نمیدونم فرهنگ فارسی و مذهب شیعه و فلان و اینا، مثلا همونجوری که مثلا بعضی از مشروطه خواهان داره، به نظر من امکان ائتلاف عملیاتی هم با همین نیروها مشخص نیست. درست مجاهدین تنها، تا اونجایی که من خبر دارم، تا اونجایی که من میدونم، تنها سازمانی هستن که به طور مشخص مسئله خودمختاری کردها را قبول کردن. ولی این مسئله بوده، یعنی تا من فکر کنم از زمانی که دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات بوده، فکر کنم از اون زمان یک همچین اتفاقی بوده. ولی اینکه حالا این در عمل مونده یا نمونده من نمیدونم، یعنی حتی در تئوری هم مونده یا خبر ندارم، برای اینکه من از تحولات داخلی و تحولات فکری و ایدئولوژیک مجاهدین به اون شکل در این 15 سال قبل خبر ندارم و نمیدونم واقعا این مسئله مونده یا نه. من فکر میکنم اگر نیروی که خودش را نیروی دموکرات میدونه و خودش رو در راستای جنبشی مثل انقلاب ژینا میدونه، اگر میخواد با مجاهدین بشینه، این نشستن باید بسیار شفاف باشه، باید به مردم بگن که روی چه اصولی بحث شده، روی چه اصولی میشه توافق کرد، چه اصولی مجاهدین حاضرن چه امتیازاتی بدن، چه امتیازاتی ندن، چه چیز را قبول بکنن. یعنی مقصود من این هستش که مسئله در اینجا نیست که صرفا به جون مجاهدین هستن، یعنی
من فکر میکنم که اگر مجاهدین همون مجاهدینی هستن که اون وقت که مثلا 15-20 سال پیش هستم، امکان ائتلاف بسیار 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 کمه. یک همچین چیزی من نمیبینم. ولی اگر شرایطی برای مذاکرات من همین مسئله رو در مورد وقتی که این مسئله مطرح شد در مورد نشستن و بحث و گفتگو کردن با سلطنت طلبا یعنی من گفتم که نمیشه با هیچ شکلی به هیچ شکلی از چیز یعنی گفتگو و دیالوگ مخالفت کرد اگر این گفتگو و دیالوگ به صورت شفافیت دموکراتیک داشته باشه، اگر پشت درهای بسته باشه. اگر ما نمیشه با اون نمیشه. اگر ما بدونیم که مثلا آقای پهلوی و دار دستش تا چه حد مثلا بعضی مسائل را میتونن قبول بکنن یا نکنن، و این قبول کردن تاکتیکی هست یا قبول واقعی و راه میامزه، اینا مسائلی که فقط و فقط در گفتگوهای شفاف میشه. الان وقت این نیست که واقعا پشت درهای بسته، به قول قبلی ها مثلا در چیز دیپلماسی میگفتن دیپلماسی اتاق خوابی. الان به نظر من دیپلماسی حتی میشه گفت واقعا نه فقط مانع هستش بلکه تا حد زیادی انحرافی هم هست. من یعنی وقتی که یکی میاد میگه مثل اون شب که مثلا رهبر یکی از این حزبایی که در این ائتلاف میخواد باشه گفت، منم شنیدم اینو، گفت ما حاضریم حتی با مجاهدین هم بشینیم. خب اینا قبلا همین حرفا در مورد سلطنت طلبا هم گفتن و قبول نکردن بعدن. ولی خب من میگم که از نظر اصول داشتن دیالوگ مشکلی با این مسئله نمیبینم، به شرط اینکه این نشستن و نتایج این نشستن و پروسه این گفتگوها، مسائل مورد نظر مورد گفتگو عملا تمامش در یک پروسه شفاف دموکراتیک شفاف به همه مردم گفته بشه، به همه احزاب دیگه گفته بشه، همه بدونن که واقعا چه اتفاقی داره میفته، چه ائتلافی داره صورت میگیره یا صورت نمیگیره. ولی همچنان که گفتم، من که اگر باشم، اگر بخوام ائتلاف صورت بدم، اگر بخوام یعنی برای دوره گذار یارگیری بکنم، این را دور یک برنامه مینیموم قرار میدم. این برنامه بسیار مینیموم، اصول دموکراتیک هستش برای اینکه حدود و ثغور این ائتلاف را تعیین بکنه. ولی هدف این ائتلاف به نظر من باید بسط و تعمیق این انقلاب از یک طرف و از بین بردن اختلاف فاز عملیاتی بین مرکز و پیرامون باشه. بله، سپاسگزارم. خب قطعا یه آلترناتیوی که بورژوازی باشه هدف مردم ایران نیست، اما خب میگن که زمان آن رسیده که ما در مورد آلترناتیو حرف بزنیم. به نظر شما در چه شرایطی این آلترناتیو میتونه شکل بگیره، یا پایه و مبناش باید چی باشه که خواسته های مردمی رو که الان در خیابون ها هستن و در زندان ها دارن شکنجه میشن و در خیابون ها کشته میشن، بتونه این آلترناتیو هدف این مردم باشه و درد این مردم رو در آینده دوا کنه؟ در چه شرایطی باید به وجود بیاد؟ این آلترناتیو باید در عمل به وجود بیاد. یعنی من فکر نمیکنم الان وقت اون هست که یکی بیاد یک پروژه‌ای رو بذاره جلوی اینا، بگه بیایید به این رأی بدید. و همه مثلا شما با هر کی صحبت بکنید الان میگه من طرفدار دموکراسی هستم، ولی تعابیر و تعاریف از دموکراسی فراوان هست. توجه میکنی؟ یعنی ما باید بدونیم که مقصود از دموکراسی چیه، این چی در بر میگیره،
آیا ما این دموکراسی سیاسی هستش؟ آیا این دموکراسی اجتماعی اقتصادی هم در بر میگیره؟ آیا اینجا ما صحبت از آزادی میکنیم، آزادی را یعنی به صورت مجرد میبینیم، یعنی فقط آزادی سیاسی، یا ما معتقدیم که این آزادی حتما باید با مساوات هم یعنی گره بخوره و یعنی ما نمیتونیم فقط صحبت از لیبرتی بکنیم به عنوان آزادی، باید ایکوالیتی هم بکنیم. و به نظر من در این جور چیزا این مفهوم استراتژیک ایکوال لیبرتی هست، یعنی آزادی هستش که بدون مساوات، مساواتی هستش که بدون آزادی معنی نداره. این به نظر یعنی معنای مستقل نداره. بنابراین وقتی که ما یعنی من الان فکر نمی کنم که هیچ یک از این نیروهایی که وجود دارن و خودشون را در تخاصم و دشمنی با جمهوری اسلامی میبینن و هویت خودشون اینجوری تعریف میکنن، دارای یک برنامه‌ای هستن که میخوان بذارن جلوی مردم، بگن که بیایید همه چیز. احزاب کردی برنامه‌ای دارن که ویژگی‌های خاص کردستان را در بر میگیره، بعضیاشون برای ایران هم به اصطلاح دارن یا ندارن. احزاب غیر کردی فراوانن، بعضی از اینها مسائل هویت ملی اتنیک دیگری را نمیپذیرن، مخالف دیگرباشان هستند، مخالف دیگرباشان جنسی هستند، مخالف دیگرباشی فکری هستند. خب این مسئله در این شرایط به نظر من صحبت از آلترناتیو صحبت اصلا درست نیست. ما باید در شرایط و مسئله آلترناتیو باید شرایطی پیش بیاد که وقتی که این رژیم ساقط شد و شرایط دموکراتیک حاکم شد، احزاب، نیروها، سازمان و افراد در میدان مستقل سیاسی، در میدان آزادی سیاسی شروع به فعالیت سیاسی بکنن که مردم بدونن که واقعا اینا چی میخوان. مثلا مردم باید بدونن که مثلا حزب فلان که این همه حرف زده و اینا، خب الان چی میخواد چی کار بکنه، اگر این برنامه بریزه یا این حزب میتونه با کدوم یک از این حزب دیگه یا نیروهای دیگه فعالیت داشته باشه، یا من به عنوان شخص منفرد و مستقل میخوام رأیمو به کدوم یک از اینا بدم. خب این الان اصلا مشخص نیست، اصلا معلوم نیست. به نظر من انرژی مثلا روی آلترناتیو گذاشتن، یعنی آلترناتیو مشترک، این هم چیز میشه. برمیگردیم به زمان انقلاب 57. توجه میکنی تعداد بسیار زیادی از مردم ایران یعنی خواستار جمهوری اسلامی بودن و تعداد بسیار 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 کمی اصلا فکر میکردن که این جمهوری اسلامی چیش تو هست. همین گاه حکومت عدل علیه، اون یکی میگفت برق مجانی میشه، اون میگفت آب مجانی میشه، اون میگفت ما دموکرات هستیم، کاری با چیز نداریم، با نمیدونم با اقلیت های فلان نداریم. همه این مسائل می اومد و میرفت، ولی بعد که رژیم که اومد معلوم شد چی هست و اون وقت هم دیگه افرادی که با این رژیم برای ساقط کردن رژیم شاهنشاهی ائتلاف کرده بودن دیگه در شرایط بسیار ضعیفی قرار داشتن. خب این گذار رو در دوره‌ای که خب رژیم سرنگون میشه و احزاب و حتی فرد میتونه در اون شرایط عملی وجود داره که بگه برنامه من چیه، استراتژی من چیه، این دوره ما بین این که بهش میگن دوره گذار رو شما چطور میبینید؟ چه کسی میخواد؟ آیا این احزابی که الان نمیدونم شورای گذار رو درست کردن یا این دوره رو من میخوام در این بین درست کنن. اونا درست، منم میتونم الان چه میدونم یه حزبی برای امپراتوری ایران تشکیل بدم، حالا ترجمه میکنی، یعنی همه میتونن هر چی، کاری با این ندارم، شورای گذارم. ولی ببینید مسئله اینه، ما الان میخوایم در دوره گذار چی هستش. گذار این نیست که من یعنی چیز میگم، گذار رو من نمیتونم تمام اصول تاکتیک های گذار رو، برای اینکه
من در پروسه گذار که گذار برای چیز هستش، یعنی از این حالت دیکتاتوری به آزادی سیاسی هستش، این گذار من در هر لحظهش، در هر مرحلهش، در هر ساعتش، در هر روزش من با حکومت، با جمهوری اسلامی درگیرم. گذار یک پروسه هستی که در این پروسه قراره که یک نیرویی که نیروی انقلاب است تعالی پیدا بکنه، بره بالا، به هدفش بریزه. یکی هم که نیروی و ارتجاع هست باید سقوط بکنه، بیاد پایین. یعنی ما دو تا پروسه داریم در داخل یک پروسه و این دو تا پروسه در داخل اینا باید یعنی همزمانی باید پیدا بکنن. برای اینکه همزمانی پیدا بکنن ما باید استراتژی مسئله را بریزیم، باید با این کار بکنیم. ولی جمهوری اسلامی هم بیکار نمیشینه، اونم استراتژی خودش داره برای اینکه ما رو خنثی بکنه، برای اینکه ما رو نابود بکنه. بنابراین کسایی که میگن که ما خطوط گذار گذاشتیم، در خطوط گذار روز به روز، ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه تعیین میشه و عوض میشه. اگر سیاست تنها یک قانون در تمام این داشته باشه، اینه که هیچ چیزی ثابت نیست. توجه میکنی؟ و هر چیزی که ما اسمشو میذاریم تعادل قوا باید در هر ساعتی، نمیگم در هر روزی، در هر ساعتی باید این بازبینی بشه، باید نگاه بکنیم که ببینیم ما کجا هستیم، اونا کجا هستن. ما فعال مایشا در پروسه گذار نیستیم، ما با یک حکومت خونخوار درگیریم که ابزارها و نیروهای سرکوب فراوان دستشه. بنابراین وقتی ما صحبت از گذار میکنیم، ما صحبت از پروسه چیز میگیم، یعنی جنگ سیاسی نظامی و ایدئولوژیک با یک رژیم داریم میکنیم و این در این چارچوب این پروسه هستش که ما میتونیم بگیم که این گذار چی. منتها یک هدف این گذار برای ما داره، یک هدف هم برای این رژیم داره. این هدف اینه که همه این نیروهایی که میخوان بیان در داخل گذار فعالیتشون رو هماهنگ میکنن که به این هدف برسن، اونم ساقط کردن و نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم با تمام توانش اینه که نه فقط خودش رو فقط حفظ بکنه، بلکه ما رو هم نابود بکنه. بنابراین در این گذار صحبت از آلترناتیو اصلا نیست. این یک جنگی هستش که بین ما و اونا هست، یعنی تعریف دقیق سیاست، یعنی مسئله رابطه بین دوست و دشمن، رابطه بین دوست و دشمن رابطه قدرت هستش، رابطه نیروهای سیالی هستش که در میدان عرصه سیاست دارن فعالیت میکنن و تنها چیزی که اینا را جذب میکنه و این سیال بودن اینا را حفظ میکنه چیز هستش، منافع هستش. ما همه اگر ما بتونیم منافعمون رو در این پروسه یکسان بکنیم، خب نیرومون خیلی بالاتر میره، میتونیم با جمهوری اسلامی. ولی اگر منافع ما در این باشه یکی با مجاهدین برسه یه بشینه، یکی با سلطنت طلب بشینه، یکی نمیدونم با فلان، نه این نمیشه. و اون وقت چیزی که ما خسران بسیار بزرگ، ضربه بسیار بزرگی که به این انقلاب بسیار مهمی که در ایران هستش میزنیم. الان وقت این نیست به نظر. بله، بسیار ازتون سپاسگزارم. وقت برنامه ما داره کم کم به اتمام میرسه. شما اگه نکته خاصی دارین که به گفتگوتون اضافه کنین یا اینکه پیام خاصی دارین ازتون ممنون میشم که بفرمایید. من به نظر من پیامی که من دارم اینه که فعالیت در خارج خیلی مهمه، هم برای احزاب، هم برای سازمان ها، هم برای افراد. ولی این باید در نظر داشته باشیم این فعالیت وقتی اهمیت داره که در راستای تقویت جنبشی باشه که در داخل ایرانه.
و این باید یک یعنی هدف این باید گفتم بسط و تعمیق این انقلاب و از بین بردن اختلاف فاز بین مرکز و پیرامون هستش و در اینجا هستش که اگر ما بتونیم هرچه بیشتر در خارج نیروهامون رو روی هم بذاریم و هماهنگ بکنیم، انرژی و فعالیتمون رو بیشتر بکنیم، به شرطی که بتونیم هویت اساسی این انقلاب ژینا را در خارج در تمام حرکات و ائتلاف‌های خودمونم اینو حفظ بکنیم که اونم اتحاد در استقلال هویتی هست. این به نظر من مهمترین چیزی است که الان باید پیش بره. عذر میخوام، خب یه سوال برام پیش اومد. میگن که البته که برای همبستگی و روحیه دادن به مردمی که در خیابونا هستن حمایت‌های خارج از کشور بسیار بسیار اهمیت داره، اما میگن که این مردم آزادیخواه هستن که در خیابونا هستن. مهم اینه که دولت‌ها اقدام کنن، پارلمان‌ها اقدام کنن. چقدر این مردم میتونن به دولت‌های کشورهایی که الان کشور خودشون باشه، کشورهایی هستن که در اونجا ساکن هستن، فشار بیارن تا این دولت‌ها بتونن، مثلا میگن که سفراشون رو اخراج کنن و چیزهایی که در بین خود دولت‌ها هستش. آیا میتونه این فشار رو به دولت‌ها بیارن این مردم معترض؟ تبلیغات بخشی از این مسئله است، توجه میکنم، و این تبلیغات باید هدفمند باشه، باید نیروی متحدی پشتش باشه. مثلا اگر این ائتلاف یا ائتلاف عملیاتی که ممکنه پیش بیاد برای همکاری، این اگر بتونه کاری بکنه که مثلا این انرژی ها هدف نره، با مثلا پارلمان اروپا، با در آمریکا که اینا دوتا یعنی در کشورهای اروپا و آمریکایی تبلیغات بسیار بکنه، با اینا تماس بگیره، وضع روشن بکنه بهش، برای اینکه این هست، این رو تجربه کردم که این خارجی ها حتی سیاست مدارهای چیزا یعنی دانش دقیق و بروز و مشخصی از وضع ایران ندارن. برای همین هستش که این در خارج این فعالیت ها بسیار مهمه و با اینا این بخش، یعنی من فکر کنم یعنی تبلیغات بخشی از این اقداماتی است که باید بشه، لازمه باید بشه. و اگر این در یعنی یک نوع هماهنگی اتفاق باشه، انرژی ها هدر نره، مثلا 3 گروه در یک هفته مثلا نرن پیش سناتورهای آمریکایی یا نرن مثلا در اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت بکنن فلان، فقط انرژی ها چیز نشه. خب به نظر من این خیلی مهمه و یکی این فقط وقتی هم هستش که این احزاب و نیروهایی که کار میکنن که داعیه ائتلاف هم دارن در این شرایط دست از انحصار طلبی بردارن و یعنی واقعا دست از یعنی هیچ کس منحصر میدونی، هیچ کس منحصرا نیست و این داعیه رهبری و داعیه رهبری انحصاری به نظر من به این جنبش رو منحرف میکنه. در شرایط فعلی این خطرناکی نباید بشه. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از حضورتون پروفسور عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی. ممنونم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار برنامه ما و تلویزیون ما گذاشتین. خیلی متشکرم از شما، براتون امید موفقیت و پیروزی دارم. سپاسگزارم و ممنونم از شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران که تا این لحظه با ما همراه بودید. همونطور که در اوایل برنامه و در طول برنامه اشاره کردیم، رژیم 2 نفر از معترضان خیزش سراسری رو امروز با دست جلادانش
به دار آویخت و اعدام کرد و این نشانه استیصال، ضعف و درماندگی رژیم هستش. اما قطعاً مردم مبارز و انقلابی ایران همونطور که تا به امروز این سرکوب ها نتونسته اونا رو به عقب برگردونه، بلکه هر بار عزمشون رو جزم کردن که تا سرنگونی اسبایی ننشینند، این بار نیز بیش از پیش با قدرت بیشتری پیش میرن و تا سرنگونی انقلابی دیکتاتوری جمهوری اسلامی اسبایی نخواهند نشست. به امید روزی که شاهد این انقلاب باشیم که با شکوه و در اوج صلابت خودش این رژیم رو به زیر بکشه و آزادی، برابری رو به ارمغان بیاره. متشکرم که با ما بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. ایام بکام. به امید پیروزی.